طرف میاد ژل نامعتبر برای مریضش میزنه، ژل تاریخ انقضا گذشته میزنه. بعد از تزریق ژل لب بوسیدن ممنوعه؟ وجدانی بعد آدم بگه دیگه. حتی ممکنه منجر به کوریشون بشه. بلاگر فقط به فکر پولشه. 10 بار پلمب شده، صدها شکایت داشته، صدها عارضه داشته. هر چی که بهشون پول بدن تبلیغ میکنن. هیچ نهادی پاسخگو نیست. آقایون چه کاری انجام میدن؟ به ما ربطی نداره. همه آدم‌ها دیگه میتونن با این دارو لاغر بشن. خدا رو شکر. خب در جایگاهی نیست که بخواد راجع به کار من نظر بده. بیشترین خدماتی که مراجعینتون ازتون میخوان چیه؟ انقدر لب بزنه. این داستان سر دراز دارن. مهمون این برنامه‌مون یه خانم دکتر خیلی جوون و خوش انرژی هن که کار زیبایی نمی‌کنن، معجزه میکنن. خانم دکتر محبوب بجا سلام، خیلی خوش اومدید، لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. سلام، خیلی ممنونم از شما که من رو دعوت کردید. خانم دکتر یه بیوگرافی خیلی کوتاه از خودتون لطف میکنید بفرمایید. بله حتما. من دکتر فاطمه محبوب مجاز هستم. 33 سال همه، سن خانم رو نپرسین. و نزدیک به 9 ساله که تخصصی تو فیلد زیبایی کار میکنم. امروز قراره که بی پرده در مورد زیبایی، بایدها و نبایدها، ترندها و حتی شایعاتی که در مورد بعضی از تزریق‌ها و کارهای زیبایی هست با هم صحبت کنیم اگه اشکال نداره. بله حتما. فقط چقدر بی پرده؟ حدی که به درد مخاطبین ما بخوره. چشم. مرسی. واسه ما داستان نشه. مرسی. از کارتون راضی هستی؟ تا تعریفتون از رضایت چی باشه؟ واقعیتش من خودم شغلم رو خیلی زیاد دوست دارم و هر چقدر هم سختی داشته باشه دوستش دارم. ولی رضایت که شما میگید از چه جنبه‌ایه؟ یعنی که اگر یه جوونی که درسش تموم شده و تازه پزشک شده بخواد بیاد از شما مشاوره بگیره که وارد این فیلد بشه، بهش توصیه میکنید که بیاد، یا اگر بخواد بیاد باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ اگر بخواد بیاد تو این فیلد، اول از همه علاقه، پشتکار، صبر، یه کمی باید طاقتش رو ببره بالا، چون با آدم‌های خیلی متفاوتی قراره سر و کله بزنه، و کفش آهنین باید بپوشه چون همکارا خیلی اذیت میکنن. خیلی هم خوب. به نظر شما آیا کسی بخواد وارد این فیلد بشه فقط درس خوندن و گذروندن کورس‌های زیبایی کافیه، یا باید اصلا یه ذوق و یه هنری تو خودش باشه؟ چون خیلی به نظرم مهمه که شما برای اون کلاینتتون چه کاری و چه جوری انجام بدید که منجر به زیبایی بشه. خیلی سوالتون خوب بود و واقعیتش اینه که تیست پزشک توی نتیجه کار خیلی تاثیرگذاره. یعنی شما وقتی که پیش یه پزشک مراجعه میکنید، حالا علاوه بر اینکه اون پزشک باید دانش رو داشته باشه، مهارت رو داشته باشه، تجربه رو داشته باشه، باید اون دید زیباشناسی و اون تیست قشنگ هم داشته باشه تا بتونه نتیجه کار رو، اون چیزی که مثلا مراجع دوست داره، بهش تحویل بده. و به نظر من چیزی که پزشک‌ها رو از هم متمایز میکنه همین سلیقه و تیستشونه و دید زیباشناسیشون. من حس میکنم تو کار شما حتما باید یه چاشنی از حالا روانشناسی هم شما داشته باشید، چون مثلا بعضی از مراجعه کننده‌ها که بهتون حالا درخواست میکنن ازتون که یه سری کارهای خیلی زیاد و خیلی اگزاجره انجام بدید، این حالا نمیدونم شاید ناشی از عدم اعتماد به نفس، عدم اینکه خودشون رو کامل بدوننه. خواستم نظر شما رو تو این مورد بدونم. واقعیت اینه که خیلی مهمه که پزشک بلد باشه با مراجعش چجوری رفتار بکنه، چجوری تعامل بکنه. حتی اگر مریضش یه خواسته نابجایی هم داشته باشه، اون دیگه مهارت پزشکه که بتونه مریضش رو متقاعد بکنه. حالا من میگم مریض جسارت نباشه، مراجعه کنندش رو متقاعد بکنه که اون کاری که درسته و به صلاحش رو انجام بده. خب طبیعتا ما همه مراجعینمون که مثلا نشرال پسند نیستن، یا همشون هم که مثلا سبکای عجیب غریب نمیپسندن. تیست آدم‌ها متفاوته، ولی مهم دیگه اون هنر پزشکه که بتونه
با مریضش با مراجعه کنندش صادق باشه، بتونه واضح بهش توضیح بده، روند کارو بگه و یعنی یه جوری رضایت قلبی مراجعهش هم کسب بکنه تو انجام اون کار. چون اگر مریضی حالش با اون کاری که انجام میدی خوب نباشه، حتی اگر بهترین کار دنیا هم براش انجام بدید، از نظر اون کار خوبی براش نکردید. پس یعنی شما تایید میکنید که شما باید یه مقدار روانشناسی با افراد رو آگاه باشید بهش. کاملا باید بلد باشه که با مراجعه چجوری صحبت بکنه. اون فن بیانه، اون یه مقدار روانشناسیه، این که اصلا بدونی واسه این مراجعه باید کار انجام بدی یا ندی، اصلا تا چه حد میتونی تو این جلسه کار انجام بدی. چجوری میشه که این تعادل رو توی انجام کارهای زیبایی حفظ کرد و اون مرز بین زیبا شدن و وسواس به این که بخوان هر روز یا هر ماه کارهای زیبایی خیلی زیادی انجام بدن رو، این تعادل رو برقرار کرد؟ اینجا دیگه برمیگرده به اون هنر پزشک. به نظر من همه مراجعین ما یه درصدی از ابسشن رو دارن، این کاملا طبیعیه، چون اگر نداشته باشن دنبال ورژن بهتر خودشون نیستن و وقتی یکی دنبال ورژن بهتر خودشه یعنی یه کوچولو حساس هست، یه کوچولو ابسشن رو داره. ولی این که دیگه مثلا من بخوام تو مسیر درست راهنماییش بکنم یا منم بخوام اون رو مثلا نمیدونم چجوری بگم دامن بخوام بهش بزنم، تشدیدش بکنم برای مراجعه، اون دیگه واقعا هنر پزشکی. تا حالا شده یه مراجعه کننده بیاد یه کاری از شما بخواد، شما ببینید که اون شخص آمادگی انجام اون حالا عکسو نداره و منصرفش بکنی؟ خیلی زیاد. به نظر من یکی از چیزهایی که باعث میشه یه پزشکی به عنوان یه پزشک خوب شناخته بشه تعداد کارهایی که انجام میده نیست، تعداد کارهایی که انجام نمیده و این باعث میشه که بگن این پزشک خوبی بود یا پزشک بدی بود. جسارت نمیکنم به همکارانم، ولی واقعیت اینه که خیلی از مراجعین نیاز به کاری ندارن، خیلی از مراجعین واقعا نیاز به کارهای اگزاجره به هیچ عنوان ندارن و واقعا این دیگه باید پزشک صلاحیتش رو داشته باشه که تو مسیر درست پیش ببره. بعد برخورد این مراجعه کننده ها چی بوده؟ خوب بوده یا نه؟ بعد این برمیگرده به همون قسمت قبل که گفتین، اون نحوه بیان، اون روانشناختی که پزشک باید بلد باشه با مراجع چجوری صحبت بکنه و چجوری متقاعدش بکنه. باید واقعا این خیلی هنر مهمیه که باید یه پزشک این مهارت رو داشته باشه. اگه بخواین یه پیغامی به افرادی بدین که تو آینه خودشون رو نگاه میکنن و از چهره خودشون ناراضی‌ان و احساس رضایت ندارن و احساس کامل بودن نمیکنن، چیه اون جمله؟ واقعیتش اینه که همه آدم ها زیبان و همه آدم ها آفریده خدا هن و خدا هم همه رو به یک نحوی زیبا آفریده. من نظرم اینه که هر کسی تمایزات شخصی خودشو داره، تو چهرش امضاهای شخصی خودشو داره، ولی این که بتونن به ورژن بهترش تبدیل بشن و اگر دلشون بخواد تبدیل بشن رو من به شدت موافقم. به نظر شما آدم ها دنبال زیبایی هن یا دنبال تایید گرفتن از افراد؟ مثلا یه حالا یا سوء تفاهم نشه، یه خانم یا آقایی که حالا سینگله هیچ کاری انجام نمیده، ولی وقتی تا تو رابطه میره برای تایید گرفتن از طرف مقابل، برای اینکه اون طرف رو حفظ بکنه، میاد و یه سری تغییراتی حالا یا به گفته اون یا به گفته اطرافیانش انجام میده تا بخواد رضایت و تایید اون طرف مقابل رو کسب بکنه. من خیلی موافقه این نیستم، چون خدا رو شکر تو مراجعین منم یه همچین اتفاقی خیلی خیلی کمه. معمولاً آدم ها خودشون دلشون میخواد که به ورژن بهترشون تبدیل بشن. اینکه دنبال تایید بقیه باشن رو حداقل من تو مراجعین خودم ندیدم، خدا رو شکر، و راجع به این نمیتونم خیلی نظر بدم، چون مثلا یکی مثل خود من هر کاری میکنه برای دل خودش میکنه و خیلی از مراجعین من این مدلی هستن که هر کاری میکنن برای دل خودشون میکنن، نه به خاطر تایید گرفتن از اطرافیان یا به خاطر حرف بقیه. هر چند سال یک بار ترندها و معیارهای زیبایی تغییر میکنه. چطور ما میتونیم این ترندها رو از یه فشار اجتماعی به یه لذت شخصی تبدیل کنیم؟
هر چقدر ما بتونیم از کارهای عجیب غریب، چیزهای اگزاجره دوری بکنیم، هم تو کارمون به نفع خودمونه، هم میتونیم توی اون خطی که هستش ثابت بمونیم. بله ترندها تغییر میکنه، معیارهای زیباشناسی تغییر میکنه، معیارهای زیبایی افراد تغییر میکنه و دیگه این میشه یعنی هر چقدر کمتر کار عجیب غریب و اگزاجره انجام داده باشین بیشتر تو مسیر درست هستین، چون هر چی داره میگذره خدا رو شکر ترندها و کلا تمام کارها، از زیبایی بگیرین، از ورزش بگیرین، از تناسب اندام بگیرین، همه چی داره به سمت نچرالی میره. یعنی هر چقدر یه چیزی طبیعی تر باشه، نچرال تر باشه، جذاب تره. اصلا شما چقدر موافقید که ما برای علل خصوص کارهای زیبایی همیشه روی مد و روی ترند بخوایم باشیم؟ چون اگه اینجوری باشه باید مدام تغییرات خیلی زیادی رو ایجاد کنیم. آیا اصلا تایید میکنید اینو؟ اینجا صادقانه بگم یه بخشی شما به خاطر مسائل مالی مجبوریم که اون ترند ها رو به هر حال همراه بشیم با جامعه، ولی یه بخشیشم که مثلا اگر من خودم نتونم هیچ جوره اون ترند رو بپذیرم که اصلا هیچ وقت زیر بارش هم نمیرم، انجام نمیدم. ولی خیلی وقتا ممکنه اون ترند خیلی سلیقه ما نباشه ولی سلیقه جامعه باشه و جامعه توی برهه‌ای اون رو درخواست کنه ازت و خب مجبوریم که ما هم همسوشیم تا حدودی. حالا اگه اشکال نداره بریم سراغ چند تا سوال تخصصی. بفرمایید. فکر کنم می‌خواید بگین شخصی یا رنگم پرید. خانم دکتر شما برای انجام کارهای زیبایی آیا محدودیتی دارید؟ چه کارهایی رو واجب میدونید؟ چه کارهایی رو غیر ضرور و اصلا چه کارهایی رو ممنوع میدونید برای افراد؟ خیلی سوالتون قشنگ بود، چون تمام کارهای زیبایی تو 3 تا کاتگوری جمع میشن. یه سریاش هستن که واقعاً پیش نیازن، یعنی شما باید انجام بدین به منظور پیشگیری از اون پیری افتادگیه. یه سریاش هستن حفاظت کنندن، یعنی باعث میشه که اون روند پیری خیلی کم بشه. یه سریاش هم هستن که اون روند اتفاق افتاده، حالا شما باید بیاین اونو درمان بکنید. پس اون 2 تا دسته اول خیلی مهمتر از دسته آخره. یعنی یه سری کارها مثل بوتاکس، مثلا ما همیشه میگیم قبل از اینکه بخواد اون خط‌ها بیفته، اون چین و چروک‌ها عمیق بشه، شروع بکنید، چون وقتی اون خط‌ها اتفاق بیفته، عمیق بشه، برطرف کردنش واقعاً سخته. هم باید هزینه چند برابری بکنید، هم خیلی از مواقع ممکنه که برطرف هم نشه. یعنی اون 2 تا کاتگوری اولی که گفتم خیلی مهم‌تره. تو انجام کار زیبایی شما اصلا محدودیت یا ممنوعیتی، بهتر بگم ممنوعیتی دارید؟ مثلا یکی از عزیزانتون بیاد بگه که من فلان کار میخوام انجام بدم، شما بگید نه اصلا این کار رو من نمیذارم که انجام بدی. یه کاری هستش که واقعا بخواد به سلامتی آسیب بزنه یا نه؟ کاری که به سلامتی آسیب بزنه که واقعیت نداریم. یعنی اگر پزشک مهارت نداشته باشه به سلامتی آسیب میزنه، وگرنه این کارا به سلامتی آسیب نمیزنه اگر متریال و تکنیک درست باشه. ولی این که به درد اون فرد بخوره یا نه، اون دیگه وجدانی باید آدم بگه دیگه. مثلا من خودم خیلی از مواقع مراجعینم میان یه چیزی ازم میخوان، من قبول نمیکنم، میگم برای شما این کار خیلی بهتره، اصلا اونو فراموش کن. یا حتی اگر اون کار هم میخوای انجام بدی، لازمش اینه که این کار رو انجام بدی که اون نتیجه قشنگه رو ببینی. و این وجدانه با اینکه میدونید من خودم همیشه از اولی که کار کردم تک تک مراجعینم رو مثل خانواده‌ام میدیدم، مثل یکی از عزیزان خودم میدیدم زیر دستم و همیشه سعی کردم بهترین کار خودم رو برای تک تکشون انجام بدم و همین باعث شده که خدا رو شکر من نمیگم فیلر نداشتم، همه پزشکا فیلر داشتن، هیچ کسی نمیتونه بگه من هیچ فیلری نداشتم. یکی میتونه بگه که کار نکنه، ولی خدا رو شکر میتونم بگم فیلر من زیر 1% بوده. یعنی رضایتمندی مراجعینم خیلی خدا رو شکر بالا بوده که اینم به خاطر همینه که من تک تک مراجعینم انگار مثلا خانواده خودم اونجا خوابیدن و اون چیزی که واقعا درسته رو براشون انجام میدم. یعنی اصلا به فکر پولش نیستم، خیلی وقتا بوده لنگ پول بودم، چک داشتم، ولی باز هم وجدانم زیر پا نذاشتم. خب 100% اون وجدان کاری، یعنی حس میکنم برای همه حالا صنفایی که کار میکنن، علل خصوص برای صنف محترم پزشکا که با جون و سلامتی مردم در ارتباطه،
کارشون به صورت مستقیم، فکر کنم که مهمترین و اصلی ترین پوینت میتونه این وجدانه باشه که ما هم حالا با توجه به این حالا بررسی‌هایی که کردیم و رضایتی که اطرافیان داشتن از حالا اون خدمات و کارهایی که شما انجام دادید، خب به طبع ما هم مزاحم شما شدیم و این گفتگو گفتیم که حالا این سابقه خیلی مثبت و پاک و خوشنامی که شما دارید پیرو اون ما خواستیم که مزاحمتون بشیم. خواهش میکنم. سوال بعدی، اگر یک نفر بخواد فقط یک کار زیبایی انجام بده، شما آیا توصیه بهش دارید فقط یک کار بخواد انجام بده؟ اگه بخوام یک کاری بگم همه آدم ها باید انجام بدن، جوانسازی. بیشتر میشه در موردش صحبت کنید؟ ببینید، پروسه جوانسازی یه پروسه‌ایه که باید از سنین کم شروع بشه و به نظر من اگر واقعا بخوام یک کاری بگم که تمام آدم ها نیاز دارن که انجام بدن، جوانسازیه. حالا این جوانسازی ها روش‌های خیلی مختلفی هست. میتونه از دستگاه‌ها و لیزرها باشه، میتونه تزریق کلاژن و اسید هیالورونیک باشه، میتونه تزریق جوانسازهای متفاوت باشه، مزوژل ها باشه، پروفایلو باشه. این دیگه برمیگرده به اون صلاح دید پزشک و نیاز مراجعه کننده. ولی این تنها کاریه که به جرئت میتونم بگم همه آدم‌ها، خانم و آقا هم نداره، میتونن انجام بدن و باید انجام بدن. یه سوالی که خیلی برای خود من همیشه ایجاد میشه و فکر کنم سوال خیلی از مخاطبینمون باشه، اینه که آیا برای انجام کارهای زیبایی ما محدودیت سنی داریم، یعنی سن خاصی داره یا نه، یا با توجه به حالا ژنتیک هر فرد متفاوت میتونه باشه؟ اینم خیلی سوال خوبی بود. زیر 18 سال ما کار زیبایی انجام نمیدیم. خود من به شخص زیر 20 سال انجام نمیدم و خیلی از کارها رو زیر 25 سال انجام نمیدم برای مراجعه. میدونین چرا؟ چون دلم میخواد مراجعه کنندم به اون بلوغ فکری رسیده باشه. خب مثلا یکی که 20 سالشه، انقدر جوونه، انقدر جذابه، انقدر زیبایی داره خودش که اصلا نیازی نداره این کار رو انجام بده. ممکنه به خاطر مسائل روز و به خاطر حالا ترند و اطرافیانش تحت تاثیر قرار بگیره دنبال این کارا بیاد. ولی من همیشه مجابش کردم که تو الان واقعا خیلی زوده توی این راه بیفتی و توصیه‌ام اینه که فعلا تا جایی که میتونه از جوونی و زیباییش استفاده بکنه، هر موقع که واقعا دیگه لازم بود این کار رو شروع بکنه. ولی خب خیلی چیزا مثل گودی زیر چشم، ممکنه طرف 20 سالش باشه اون گودیو داشته باشه و اون گودی اذیتش بکنه. خب اون رو ما میتونیم براش برطرف بکنیم. ولی یه سری کارها که مثلا جنبه درمانی نداره، جنبه زیبایی داره، من توصیه‌ام اینه تو سن کم انجام ندن، چون ممکنه در آینده هم ترند عوض بشه، هم اصلا تیست خود اون فرد تغییر بکنه. خب چرا باید از سن کم قبل از اینکه به اون بلوغ فکری برسه این کار رو انجام بده؟ پس یعنی نظر شما اینه که ما به دو دسته تقسیم کنیم. برای کارهای درمانی حالا محدودیت سنی رو زیاد در نظر نگیریم، ولی برای کار زیبایی که حالا در حال تغییر هم هست همواره تو دنیا، بیایم بگیم که آقا از مثلا 27 سال به بالا. حالا نمیشه خیلی سن دقیق روش گذاشت، ولی یه ذره بزرگتر بشن، یه ذره آگاهتر بشن به خودشون، به بدنشون، به زیبایی، بعد شروع کنن دیگه. الان ماشاءالله این نسل جدید آره ماشاءالله اینقدر زود به بلوغ میرسن، ماشاءالله همشون توی سنای کم خیلی فهمیده و خیلی آگاه هم. بله این که منکرش نمیشه. خب سوال بعدی که حس میکنم بازم سوال خیلی از مخاطبین باشه، اینه که خیلی نگران اینن که اگر یه کار زیبایی انجام بدن دیگه باید تا آخر عمر اون رو مداوم انجام بدن. به صورت مثلا خیلی وقت پیشا قدیم ما برای موهام ماینوکسیدین میزدیم یا الان مثلا قرص فیتو میخوریم، میگن آقا قطع کنی دوباره ریزش شروع میشه، باید تا آخر عمر اینو استفاده کنی و دیگه گرفتار میشه و توی منجلاب میفتی و فلان. از این خیلی میترسن، برای همین اصلا نمیان سمت انجام خدمات و کارهای زیبایی پیش پزشک. این داستان سر دراز دارد، راستش رو بگم همیشه ما هم این چالش رو با مراجعین داریم. خانم دکتر من اگه الان بوتاکس بزنم باید همیشه بزنم؟ هیچ همیشه‌ای وجود نداره. مشکل اینه که نه. اینطوری بگم که مثلا شما امروز غذا میخوری دیگه فردا غذا نمیخوری. مثل یه سری کارهای درمانیه، مثل جوانساز، مثلا برطرف کردن گودی زیر چشم، نمیدونم مثلا تحلیل رفتن شقیقه ها،
اینا کارهای درمانیه و مثلا مراجعه میگه خب من الان اینو بزنم دوباره باید بیام سال دیگه بزنم. خب اگه نیاز باشه بله باید بیای بزنی، ولی بایدی وجود نداره. کسی نمیاد تفنگ بالای سرت بگیره که تو باید بری این کارو انجام بدی. این وقتی شما اون کارو انجام میدی یه حس خوبی میگیری. حالا وقتی می جلو آینه خودتو نگاه میکنی یه حس خوبی خودت از خودت میگیری، از اطرافیانت فیدبک خوب میگیری و اون کلا حالتو خوب میکنه. وقتی به مرور تاثیر اون کار کم میشه خودتی که دوباره دلت میخواد اون کار رو انجام بدی، وگرنه بایدی وجود نداره. یعنی حقیقتا ما نمیریم بیاریمت به زور بگیم بیا این کار رو انجام بده. خودت دوباره چون میخوای اون حال خوبه رو دوباره تجربه بکنی، اون حس خوبه رو تجربه بکنی و اون زیبایی رو دوباره تو آینه ببینی، خودتون میایین. انقدر گارد نداشته باشین. خیلی عالی. حالا ما که هنوز شروع نکردیم، به اون بلوغ نرسیدیم هنوز، ان شاءالله به اون بلوغ برسیم و خدمت شما برسیم. یه سری تبلیغات هم توی حالا فضای مجازی و جاهای مختلف میبینیم که آقا این کرمو بزنید، فلان نویسار این کارو میکنه اون کارو میکنه. آیا اصلا یه همچین داستانی وجود داره یا نه، یا بی خودی مردم پولشون و وقتشون رو هدر ندن، همون مستقیم از اول بیان خدمت شما؟ راستشو بگم توی تبلیغات کارش اگزاجره بودنه. یعنی تبلیغات همیشه اگزاجره است و نباید گول تبلیغات رو خوردی. از بچگی همیشه به ما میگفتن، حالا نمیدونم به نسل الانم میگن یا نه نمیدونم، ولی همیشه به من از بچگی خانواده‌ام میگفتن هر چیزی که تبلیغ میکنن لابد خوب نیست که داره انقدر تبلیغ میکنه. ولی اصلا یه جنبه خیلی بزرگ تبلیغات اگزاجره بودن و اگزاجره رفتار کردنه که بشه اون محصول رو فروخت، بشه اون کار رو فروخت، چون به هر حال پشت هر تبلیغی یه فروشی هست دیگه. و اگر قرار بود این کرم ها تاثیر خاصی بذاره، اگر قرار بود معجزه بکنه، نه ما میتونستیم کار بکنی نه پزشکای بقیه دنیا، هممون بعد میرفتیم خونه ها میشستیم. اینا قرار نیست برای شما معجزه بکنه. همه اینها کنار هم قراره یه تأثیری به شما بده. من یه مثال خوراکی همیشه برای مراجعینم میزنم، حالا شاید بامزه باشه. مثلا میگم شما یه قرمه سبزی خوب میخوای، نمیتونی بگی من لوبیاشو حذف میکنم، گوشتشو حذف میکنم، سبزیشو حذف میکنم، دیگه قرمه سبزی نیست. شما قرمه سبزی میخوای باید همه اون متریال باشه که اون قرمه سبزیه باشه. اینم همینه. یعنی همه اینها کنار هم. دستگاه جوانسازی کار خودشو میکنه، پزشک زیبایی کار خودشو میکنه، جراح پلاستیک کار خودشو میکنه، یعنی اون کرمه کار خودشو میکنه، ولی اینکه هر کدوم چقدر تاثیر دارن متفاوته. ولی همه اینا کنار هم اون مجموعه است که اون نتیجه خوبه رو بهتون میدن. یعنی شما میفهمید که تمام این حالا پارامترهایی که فرمودید همه مکمل همدیگه تا بتونن هر شخصی رو به اون چهره ایدئالی که میخوام برسونن. ولی حالا این که مثلا برای یه فرد ممکنه یه دستگاهی خیلی نتیجه خوبی بده، برای یه فرد ممکنه تزریق خیلی نتیجه خوبی بده، برای یه فرد ممکنه اصلا جراحی خیلی نتیجه خوبی بده، چون همه اینها با هم متفاوته دیگه. چون ما کارمون با آدم هاست، آدم ها مولتی فاکتوریالن، خیلی چیزای متفاوتی توشون تاثیر گذاره که اون نتیجه هر رو بگیرید دیگه. اون برمیگرده به این کارهای زیبایی، حالا یا تزریق یا حالا همین کارهایی که فرمودید، آیا به ژنتیک هم بستگی داره؟ امکان داره که رو صورت یه نفر مثلا، حالا من زیاد اطلاعاتی ندارم، تزریق یه ژلی مثلا رو صورت یه نفر یه نتیجه 100% بده، ولی همون کار رو شما روی شخص دیگه انجام بدید نتیجه 50% بده؟ نتیجه 100% و 50% کلا نداریم، چون همه چیز نسبیه. میدونید سلیقه من ممکنه یه چیز باشه، سلیقه مراجع ممکنه یه چیز باشه، ممکنه میزان رضایت من از یه تزریقی 100 باشه، ممکنه همون 100 از نظر مراجع یا از نظر یه پزشک دیگه ای 100 نباشه یا بالعکسش، چون اینا کاملا نسبی اصلا نمیشه گفت. ولی واقعیت اینه که من خودم همیشه مراجعینم میگم لطفاً یا کار زیبایی انجام ندید، یا اگر میخواین انجام بدید متریال خیلی خوب استفاده بکنید، نرید به هر قیمتی کار زیبایی انجام بدید. کار زیبایی تو تمام دنیا یه کار لوکسه، یه کار گرونه، منکرش نمیشیم، چون اگر ارزون بود که همه دنیا انجام میدادن. ولی موضوع اینه که تو ایران یه ذره بد شده متاسفانه، حالا به خاطر
مسائل مارکتینگی به خاطر رفتار غیر حرفه‌ای یه سری از همکارا خیلی بد شده. به هر قیمتی میخوان کار رو برای مراجعه انجام بدن. طرف میاد ژل نامعتبر برای مریضش میزنه، ژل تاریخ انقضا گذشته میزنه، یا مثلا بوتاکس رو با اون مقداری که باید حل بکنه حل نمیکنه، با میزان بیشتری حل میکنه که ارزونتر بگیره که مراجعه بیشتری داشته باشه و مردم متوجه اینا نمیشن. طرف میخواد فقط اون کار رو انجام بده و اون قیمت رو فقط میبینه، میگه خب فلانجا داره اینقدر میزنه، فلانجا داره اینقدر میزنه، جفتش هم که بوتاکسه، جفتش هم که فیلره، پس من میرم اینجا که ارزونتره. نه، خیلی فرق کاره. یعنی اون متریال در آینده خیلی بهتون آسیب میزنه. خیلی مراجعه داشتیم که رفته ژل‌های نامرغوب زده، اتفاقای عجیب غریب براش افتاده، حتی ممکنه منجر به کوریشون بشه، حتی ممکنه عوارض جبران ناپذیر بهشون بده. به نظر من صورت یه چیز خیلی مهمه، چون شما هر کسی رو که میبینید اول صورتش رو میبینید و گرانبهاترین عضو تو بدن آدم به نظرم صورتشه و به نظر من نباید این سرمایه‌شون رو ارزون بفروشن، نباید برن به هر قیمتی اون کار رو انجام بدن، چون عوارضش واقعا حتی اگر 1% هم براشون اتفاق بیفته، اون 1% ممکنه زندگیشون رو دگرگون کنه. پیرو همین فرمایشی که کردین، خب چجوری باید فرهنگ سازی کنیم؟ چه اقداماتی برای آگاه سازی مردم باید انجام بدیم؟ یا چه نهادی میتونه متولی باشه؟ یا اینکه حالا چجوری بگم، شما یا سهم خودتون انجام دادید که حالا این خانم‌ها توی آرایشگاه‌های حالا زیرزمینی میرن از این کارا انجام میدن، یا پیش حالا دکترا یا حالا مراکزی که به صورت حالا یا مجاز یا غیر مجاز، یا به قول فرمایش شما فقط همون مبلغه رو میبینن. این آگاه سازی چجوری باید فرآیندش صورت بگیره که بخواد این اتفاقات دیگه نیفته؟ خدا رو شکر خب الان به نسبت چند سال پیش مردم خیلی آگاه تر شدن، ولی موضوع اینه که الان به نسبت چند سال پیش یه ذره مسائل مالی برای مردم کلا سخت‌تر شده، این رو کاملا میپذیرم، ولی یه سری تبلیغات اگزاجره که این ور اون ور میبینن، نمیدونم فیلر لب انتومن، بوتاکس انتومن، یه دونه بیار 2 تا ببر. خیلی از این تبلیغات عجیب غریب میبینیم، هممون میبینیم. یا مثلا یهو انتا بلاگر پا میشن میان یه مرکزی رو تبلیغ میکنن که 10 بار پلمب شده، 10 چیه، صدها شکایت داشته، صدها آرزو داشته. چرا تبلیغ میکنه؟ بلاگر فقط به فکر پولشه، میذاره جیبش، میاد تبلیغ میکنه، پس فردا ایکس رو تبلیغ میکنه، ایگرگ رو تبلیغ میکنه، پفک نمکی تبلیغ میکنه. دیدین دیگه، هر چی که بهشون پول بدن تبلیغ میکنن. موضوع اینه که مردم نباید سلامتیشون رو به حرف این و اون، به حرف 4 تا بلاگر، 4 تا آدمی که تخصصش رو ندارن بسپارن. اینکه مراکز غیرقانونی داره کار انجام میده و زیاده، متاسفانه ضعف نهادهای ماه. از نظام پزشکی بگیرین، از وزارت بهداشت بگیرین، و موضوع اینه که وقتی مرجع بره اونجا کار انجام بده و عارضه بگیره، هیچ نهادی پاسخگو نیست. میگه چون اون شخص پزشک نبوده تو مراجعه کردی، پیش ما نباید بیای، به ما ربطی نداره. و اینجا کی ضرر میکنه؟ اون بنده خدا. امیدوارم که این فرهنگ سازیه انجام بشه و این آگاهی برای مردم و علاوه خصوص خانم‌های جوان ایجاد بشه که دیگه با تصامیر اصلا شما گفتی بلاگر، من خیلی چیز شدم، چون خیلی از این بلاگرها اصلا هر جایی که هر حالا مرکزی تو هر رشته‌ای رو تبلیغ میکنن، اصلا شاید اونجا نرفتن، از اونجا خدمات نگرفتن، الکی اومده نشسته روی اون صندلی و دکتره یه دونه عکس گرفته و یه فیلم گرفتن و تموم شده رفته. یعنی واقعا این خیلی یعنی کمال بی‌انصافیه واقعا. خیلی از این بلاگرایی که میبینی پیش من کار انجام دادن، ولی من نه هیچ وقت عکسشون رو گذاشتم، نه اومدم اسمشون رو بگم، چون اصلا برای من مهم نیست. ولی خیلی برام قشنگ بود که همون بلاگر تا چند ماه داشت تو پیجش مانور میداد که من ژل لبم زدم، وای چقدر خوشگل شده، وای چقدر ال شده، بل شده. بعد عید اومد یه مرکزی رو معرفی کرد که من اومدم این مرکز زدم. یادتونه چند ماه پیش من ژل لب زدم، بهتون گفتم چقدر خوشگل شده، نگفتم کجا؟ اینجا. یا این یه نمونه است، 10 بار این اتفاق. یا مثلا
فلان بلاگر کار انجام داده، کانتورینگ کامل، بهش گفتن چقدر خوشگل شدی، لاغر شدم که اینجوری شدم. لاغر بشید صورتتون کانتور میشه. من خیلی دیدم، یعنی حتی بلاگرایی که چون من باشون تبلیغ اصلا نمیرم، واقعیت من خودم چون خیلی اعتقادی بهشون ندارم باهاشون خیلی تبلیغ نمیرم. حالا ممکنه این به ضرر من باشه که دارم میگم، ولی من میگم مراجعی برای من ارزشمنده. من اکثر مراجعینم دهان به دهانن، یعنی مریض راضیه من رفته 4 نفر دیگر رو آورده و این برای من ارزشمنده. اینکه فلان کس بیاد که نه علمشو داره، نه سوادشو داره، نه تخصصشو داره، راجع به من نظر بده، چه خوب چه بد، یعنی هر دو طرفش، اصلا خب در جایگاهی نیست که بخواد راجع به کار من نظر بده. و من خودم به شخصه خیلی اعتقادی ندارم به این روند کار. من اعتقادم اینه که بزرگترین تبلیغ کار ما اون رضایت است، اون لبخند است که آخر کار من رو تخت رو مریض میبینم، وقتی آینه رو میدم دست مریض خوشحال میشه، وقتی مریضی میخواد پاشو از در بذاره بیرون میگه خانم دکتر ان شاءالله هر چی از خدا میخوای بهت بده، برای من این قشنگترین حسه. این که مریضم میاد، یه مریض جدیدی بهش میگم چجوری با من آشنا شدی، میگه فلان جا رفته بودم همه داشتن از شما تعریف میکردن، خب این برای من خیلی قشنگه. حتی تو شهرهای مختلف ایران این اتفاق افتاده، تو کشورهای مختلف این اتفاق افتاده. مریض من از پرتغال بلیت میگیره فقط به خاطر اینکه بیاد پیش من میاد. مریض من از قطر صبح بلیت میگیره شب برمیگرده که بیاد کارشو انجام بده. این برای من یه دنیا ارزشمنده که متوجه هست که کجا داره میاد. حالا صبح تا شب بقیه جاهای دیگر تبلیغ بکنن، هر کسی روزی خودشو داره ها، منکر این قضیه هم نمیشم. خب هر کی تو این دریای بزرگ روزی خودشو داره، ولی یه سری چیزها دیگه توهین به شعور مخاطبه. یه سری چیزها که آقا فلانی تو اصلا میخوای بری تبلیغ بکنی، اوکی، حداقل در برابر فالوورات مسئولیت داشته باش. خودت اونجا کار انجام بده، بعد بگو اینجا اوکیه یا اوکی نیست. در صورتی که درسته تو علمشو نداری، ولی حداقل تجربه شخصی تو اشتراک بذار، نه که فقط صرفا به خاطر پول. و سلامتی مردم بازیچه دست شده متاسفانه. به نکته خیلی ظریف و خیلی خوبی اشاره کردید، اینکه بهترین تبلیغ، الان ترند کل دنیا هم هست، بهترین تبلیغ اینه که معرفی دهان به دهان باشه، یعنی نتیجه کار شما برای شما تبلیغ کنه. این میتونه تو تمام حوزه‌های کسب و کار، بیزینس، حالا اصلا فقط مختص به پزشکی نمیشه، میتونه تو تمام حوزه‌های کسب و کار برای تبلیغات و جذب مشتری بهترین راه حل و بهترین راهکار باشه تا مشتری وفادار، تا کلاینت وفادار برای اون کسب و کار بخواد تولید بکنه. واقعا دلم تو این قضیه خیلی خونه. به خصوص که میگم من تو این قضیه خیلی دیدم به شخصه. حالا اینکه دوستان لطف دارن، کار منو قبول دارن، میان اینجا کار انجام میدن، اوکی، من در مطب من به روی همهشون بازه، قدمشون رو چشم. ولی اینکه بخواین غیر اخلاقی، غیر وجدانی یه سری تبلیغای عجیب غریب بکنن، به هر حال هر کسی مخاطب خودشو داره. 4 نفر آدم هم اون فرد رو باور دارن. وقتی شما یه تبلیغ اشتباهی بکنی، باور اون افراد رو از دست میدید، اعتماد آدم ها رو از دست میدید، حالا هر چقدر که اون عدد بزرگ باشه یا کوچیک باشه. البته الان دیگه رفته رفته داره خیلی آگاهی مردم بیشتر میشه و دیگه کسی حالا فریب رو نمیخوره و فکر خداشون خیلی کمتر شده واقعا. و فکر میکنم که دیگه حالا مردم خیلی با دقت بیشتری، چون اولا که هم آگاهی بالاتر رفته، هم چون هزینه ها خیلی بالا رفته، مردم سعی میکنن که میخوان کاری انجام بدن با خیلی وسواس بیشتری، با دقت بیشتری انتخاب بکنن اون مرکز که میخوان ازشون خدمات بگیرن. یه سوال دیگه، بیشترین خدماتی که مراجعینتون ازتون میخوان چیه؟ از نظر تعداد. از نظر تعداد بوتاکس. چرا خانوم ها اینقدر علاقه دارن که لبای بزرگی داشته باشن و فکر میکنم حالا اولین یا دومین کاری که انجام میدن برای زیبایی تزریق ژل لبه؟ توی صورت
اولین چیزی که جلب توجه میکنه چشم‌های، دومیش لب‌های. به خاطر همین خانوم‌ها این برمیگرده یعنی به اون دوران باستان، میگن انسان‌های نخستین و معیارهای زیبایی که اون زمان بوده و یعنی توی ناخودآگاه آدم‌ها هست که هر چقدر توی خانوم‌ها مثلا لب‌ها برجسته تر باشه، چشم‌ها درشت‌تر باشه، اون چهره زیباتره. برعکسش تو آقایون هر چقدر زوایا شارپ‌تر باشه، خب جذاب‌تره. این تو ناخودآگاه ماها ثبت شده و واقعا برمیگرده به همون دوران انسان‌های نخستین و مثلا هر کی لبای برجسته تری داشته. مثلا ما این هشتی لب رو میگیم کوپیتس لاو، یعنی کمانه عشق. یعنی انقدر جذاب بوده که اگه کسی می‌داشته برای همه جذاب بوده در تمام دوران زندگی انسان‌ها و این توی ناخودآگاه آدم‌ها باعث شده تاثیر بذاره و الان هم خب مثلا همیشه جذابه دیگه. یکی که لبای درشتی داشته باشه، چشمای درشتی داشته باشه، ناخودآگاه جذابه. و یه چیزی هم که هست اینه که زیبایی، این مقاله است که میگم کاملا علمیه، زیبایی خیلی تاثیر میذاره تو اعتماد کردن افراد به شما. یعنی هر چقدر یه فردی زیباتر باشه، آراسته تر باشه، آدم ها ناخودآگاه به اون فرد اعتماد بیشتری میکنن، در صورتی که ممکنه یه فردی خیلی قابل اعتماد تر باشه، چهره خیلی معمولی تری یا استایل خیلی معمولی تری داشته باشه، ولی وقتی این دو نفر کنار هم باشن ناخودآگاه ذهن آدم اون فردی که زیباتره، آراسته تره رو قابل اعتماد تر میشناسه و اینها همه برمیگرده به همون پیشینه تاریخی انسان ها. خب این خیلی طبیعیه دیگه، چون انسان ها کمال طلبن، بله. زیبایی طلبن. خب اولین چیزی که تو نگاه اول جذب میکنه، حالا چه طرفشون و چه حالا هر انتخابی بخوان انجام بدن یا حالا اعتمادی بکنن، خب زیبایی و آراستگیه، یعنی زیبایی در کنار آراستگیه. بله. میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو انتخاب آدما. یه سوال دیگه هم هست، من کنجکاوی خودمه ولی روم نمیشه بپرسم. شخصی نباشه. نه شخصی نیست. آیا بعد از تزریق ژل لب بوسیدن ممنوعه؟ تا 3 روز. بله. تا 3 شاید باورتون نشه، یه خاطره میتونم تعریف کنم؟ بله. یه مراجعی داشتم از شمال اومده بودن. اینو صرفا جنبه خاطره دارم میگم. از شمال اومده بود، وقتی براش تزریقش رو انجام دادیم مراقبت ها رو همیشه دستیار من به مراجعه میگه. داشت مراقبت ها رو توضیح میداد، گفتش که مثلا تا 3 روز بوسیدن نباید داشته باشین و اینا. گفت خانم دکتر نمیشه که. گفتم یعنی چی نمیشه؟ گفت من الان برام دم در وایساده. وای هیچ وقت اینو یادم نمیره. گفت من نمیتونم خانم دکتر، من برام الان دم در وایساده، به من نگید اینو. گفتم اوکی ولی ترمیم تو بیا. شما با لیفت شقیقه یا با تزریق بوتاکس چشم‌گربه‌ای، من حس میکنم چهره یه مقداری حالا از حالت طبیعیش خارج میکنه. آیا نظر شما اینه؟ شما موافقید یا نه؟ من موافق تمام کارهای زیبایی هستم، ولی اگر برای شخص درستی انتخاب بشه، یعنی اون کیس سلکشن درست باشه. ممکن توی یه نفر نتیجه واقعا قشنگ باشه و نیاز داشت، اصلا یه نفر ممکن نیاز داشته باشه که برای جراحی لیفت شقیقه انجام بده، چرا انجام نده؟ خب من همیشه میگم وقتی آدم میتونه به ورژن خوشگل‌ترش بهترش تبدیل بشه چرا نشه؟ همه آدم ها تو همون حالی که هستن زیبان، ولی اگر دوست داشته باشه زیباتر بشه خب خیلی راه ها هستش و باید مسیر درست رو بره. حالا اینکه شما میگی غیر طبیعی میشه، این دیگه تفاوت سلیقه میشه دیگه. شاید از نظر من اون غیر طبیعیه که توی یه نفر چشم ابروی کشیده بده خیلی قشنگ باشه، ممکن از نظر شما قشنگ نباشه. این میشه اون اختلاف سلیقه. پس شما میفهمید که انجام کلی کار زیبایی حتما باید کاستومایز و شخصی سازی خودت با توجه به نیازها و با توجه به حالا ایراد نمیشه گفت کاستی هایی که چهره طرف داره. باید شما انتخاب کنید، نیازهایی که داره انتخاب کنید. یه سوال دیگه، شما لیفت هر بار میگین یه سوال دیگه من استرس میشم. نه اصلا سوال شخصی نداری. لیفت نخ برای چه کسایی مناسب و شما توصیه میکنید؟
لیفت نخ به طور کلی اگر بخوام توضیح بدم برای افرادی مناسبه که یه درصدی از افتادگی رو دارن ولی همچنان کیس جراحی لیفت صورت نیستن. توی اون افراد بهترین نتیجه رو میده. حالا این اصلا هم نمیشه سن براش گذاشته، چون ممکنه یه نفر 30 سالش باشه پوستش 20 ساله باشه، یه نفر ممکنه 30 سالش باشه پوستش مثل افراد 50 ساله باشه. یعنی دیگه اون برمیگرده به اون نیاز پوسته. اگه یکی نیاز داشته باشه میتونه انجام بده. یه سوال دیگه این که افرادی که حالا اضافه وزن خیلی زیادی دارن و لاغر میشن، صورتشون میریزه و پوست حالت چروک میشه، اون رو باید چیکار کنن؟ این سوال شخصی خودمه ها. جدیداً چون ترند دنیا داره به سمت طبیعی بودن و نچرال بودن و تناسب اندام میره، به شدت آدم ها الان هم خب مثلا یه دارویی اومده قطعا اسمش رو شنیدین، مانجارو یا اوزمپیک، همه آدم ها دیگه میتونن با این دارو لاغر بشن، خدا رو شکر، و این دارو FDA هم گرفت. و الان همون بحثی هم که با هم داشتیم که مثلا ترندهای زیبایی دائما در حال تغییرن، معیارهای زیبایی، الان یه واژه‌ای اومده تو پزشکی زیبایی به اسم اوزمپیک فیس یا مانجارو فیس. افرادی که مثلا با این داروها لاغر میشن، چون توی یه برهه خیلی کوتاهی یه لاغری زیادی رو تجربه میکنن، صورتشون خیلی میریزه و اومدن دقیقاً برای اینها پلن درمانی طرح کردن، روش‌های درمان این پوست‌ها رو گفتن، روش‌های پیشگیریش رو گفتن. یعنی کسی که الان تو مسیر لاغری هست خیلی کارها رو میتونه به عنوان پیشگیری انجام بده که اصلا به اون اتفاق منجر نشه. یا حالا اگر مثلا اون روند رو رفته، حالا لاغر شده، صورت ریخته، چون اکثر آدم‌ها وقتی لاغر میشن یه جایی به بعد دیگه استاپ میکنن. چرا؟ چون صورت خیلی میریزه و از اطرافیانشون این فیدبک رو میگیرن که وای چقدر لاغر شدی، چقدر زشت شدی، چقدر صورتت ریخته، بس دیگه فلان بیسار. ولی خب طرف هنوز با اون تناسب اندامی که دلش میخواسته نرسیده و به خاطر اون فشار روانی که از اطرافیانش میگیره دیگه روند لاغریش رو قطع میکنه. و خب الان ما میگم یه بحث اصلا باز شده تو پزشکی زیبایی که کاملا پلن درمانی اومدیم براش مطرح شده، روش‌های درمانشون اومده، روش‌های پیشگیری اومده که اینهایی که میخوان لاغر بشن حالا با هر روشی میتونن چه کارهایی بکنن که از اون افتادگی پیشگیری بکنن و کمترین آسیب رو به صورتشون بزنه و بتونن به اون تناسب اندامه برسن. چون من مادر خودم یه اضافه وزن خیلی زیادی داشت و دیابت هم داشت، فشار و انواع اقسام مریضی‌ها. البته اون موقع که عمل کرد این دارو مانجارو اینا نبود، اسلیپ کرد، بایپاس کرد و یه دفعه‌ای آره به قول خودش میگه یه آدم از من اومد بیرون، حدود 50 خورده کیلو وزنش اومد پایین، چون قدش هم بلنده، حدود 50 خورده اومد بیرون، 50 خورده کیلو اومد پایین و صورتش خیلی و اینکه به قول فرمایش شما ما امان از این اظهار نظر اطرافیان که نمیذارن طرف کارشو انجام بده. شما هم قضیه مولانا نصرالدینه، طرف هر کاری میکنه باز بقیه یه حرفی برای گفتن دارن، چاق بشی چرا انقدر چاق شدی، لاغر شدی چرا انقدر لاغر شدی. خیلی این اذیت کننده است واقعا و ما هم متاسفانه چون حالا بعضی وقتا اعتماد به نفسمون بالا نیست، میایم اونا رو سریع اکسپت میکنیم و میایم بر طبق صحبت دیگران میریم کارمون رو راهمون رو عوض میکنیم و میریم توی راه اشتباه. ولی من اینجای حرفتون رو نمیپذیرم، ربطی به اعتماد به نفس نداره. هر چقدر شما اعتماد به نفس بالایی داشته باشین، داستان قورباغه ها رو شنیدین که مثلا یه قورباغه میفته ته چاه، همه بهش میگن که تو نمیتونی در بیای، ناامید میشه و میمونه و اون یکی کره و نمیشنوه و در میاد. این دیگه ربطی واقعا به اعتماد به نفس نداره، به اینه که وقتی هی آدما دارن بهت این رو میگن و از همه میشنوی و همه هی دارن بهت این باور رو میدن که تو نمیتونی، تو چقدر زشت شدی، تو چقدر بد شدی، تو چقدر فلان شدی، ناخودآگاه دیگه هر چقدر شما اعتماد به نفست بالا باشه تاثیر میگیری. اتفاقا یه بلاگر مهیار حسن یه دونه پست ساخته بود دقیقاً توی همین موضوع که میگفت آقا مثلا طرف میری یه مهمونی میگه چقدر چاق شدی یا چقدر لاغر شدی، میگفت آقا من ارث پدر شما رو خوردم. خیلی باحال بود. خیلی حالا امیدوارم که مردم به اون سمت برن که نظرات دیگران زیاد تاثیرگذار نباشه توی تصمیم گیری‌هاشون. دیگران یاد بگیرن نظر ندن. هر جفتش امیدوارم که اتفاق بیفته. انشالله.
یه مسئله یه سری کارهای زیبایی خیلی ترند میشه توی سوشال مدیا، مخصوصا توی اینستاگرام، که همه اصلا بدون تحقیق و بررسی میرن انجام بدن، ولی از طرفی خیلی حالا متخصصای دیگه میگن که آقا این کار ساید افکت داره، مثلا مثل تزریق فیلر بینی که میگن احتمال نکروز داره، یا مثل ساکشن قبقب. شما اینها رو توصیه میکنید به کسی یا نه؟ این دوباره برمیگرده به همون کیس سلکشنه دیگه. فیلر بینی به خودی خود چیز بدی نیست، ولی اون کیس سلکشن مهمه. کسی که جراحی بینی کرده ساختار بینیش تغییر کرده، آناستوموزای بینیش تغییر کرده و ریسک عارضه توی اون فرد 99% عارضه است، 1% ممکنه که نتیجه بده و بسیار کار خطرناکیه. حتی خیلی از افرادی که مثلا تقاضا دارن با بینی‌های نچرال فیلر بینی بزنن، نتیجه واقعا خوب نمیشه. حالا چون مثلا این دیگه ترند شده و نمیدونم راجبش داره خیلی صحبت میشه و خیلی دیدن، دلیل نمیشه که تو هم کیس مناسبی باشی که اون کار رو انجام بدی. این برمیگرده به اون مبحث کیس سلکشنه. ولی ساکشن قبقب رو واقعا بعضی از افراد نیاز دارن. یه سری افراد واقعا انقدر قبقب‌های بزرگی دارن، صورت دیگه قایم شده پشت این قبقب، اصلا هیچی دیده نمیشه. اون افراد نیاز دارن. ولی اینکه مثلا یکی انقدر قبقب داره چون حالا ترند شده فلان بلاگر تبلیغ کرده یا تو سوشال مدیا دارم همه میبینم این نفر رفتن انجام دادن منم برم انجام بدم، این دیگه میشه همون تقلید کورکورانه. نه، شما میتونی انتا کار دیگه بکنی بدون جراحی، بدون نقاهت، بدون عوارض، چون به هر حال هر کاری عارضه خودشو داره دیگه. هر کاری، یا آستامینوفن هم که میخورید شما ممکنه بهتون عارضه بده 100%. پس تا جایی که میشه آدم باید آگاهانه کار انجام بده و اینکه صرفاً الان ترند شده بریم ساکشن قبقب بکنیم، بریم کاشت ابرو بکنیم، همه بدویم بریم این کار رو انجام بدیم، نه نباید انجام بدیم و ببینی آیا به درد شما میخوره، کیسش هستی یا نیستی. یه ویدیوی جدیدن وایرال شده بود، نمیدونم شما دیدید یا نه. یه خانم فکر کنم مسن مثلا 60-65 ساله‌ای بود که صورت خیلی لاغر و پوست افتاده‌ای داشت. بعد اومدن و اون دکتر یه بیفور افتر گذاشته بود که آقا یه تغییر اصلا شگفت انگیز، انگار فکر کنم 100 سی سی ژل تو صورتش زده بود. اصلا صورت پر شده بود، گرد شده بود، اصلا تغییر، اون طرف 20 سال جوان‌تر شده بود. بعد حالا یه سری افراد دیگه ای اومدن اینو دیس کردن، یه ویدیویی ساختن که اون که خانم لاغری اومده بود، یه خانم جوان لاغری گفتن که آقا این فیلتره، اون تبلیغاتیه، فیلتر رو میزد اون تغییر میشد. یعنی میگید که اون ویدیو اولی که اون پزشک منتشر کرده بود اون حقه بوده؟ بله. آیا اصلا یه همچین اتفاقی امکان پذیر نیست تو یه مرحله، تو یه روز، تو چند ساعت؟ نه این اتفاقا یعنی امکان پذیر هست ولی تو چند مرحله طی یه مدت زمان، توی چند مدت زمان، بله. ولی اصلا اون صورت اینجوری یا بشه اینجوری کاملا اینا تریک فیلم برداریه، اینا فیلتره، اینا ادیت میگن، ادیته. و خیلی از پزشکا با همین تریک الان خیلی معروف شدن ها، که البته معروفیتشون برای قبل از آگاه سازی مردم، ولی این اتفاق زیاد میفته واقعیت. شما تو زمینه مو هم اینجا خدماتی ارائه میدید؟ بله. چه خدماتی؟ کلا چه کارهایی میشه کرد که برای اینکه افراد حالا هم موهاشون بهتر بشه، هم کیفیت موهاشون، هم جلوی ریزش گرفته بشه؟ ریزش مو واقعیت اینه که اولین بحث ژنتیکه، یعنی ارثی. بله، که بحث ژنتیکش اگر بذاریم کنار میرسیم به بحث استرس، میرسیم به هورمون ها، میرسیم به تیروئید، میرسیم به دیابت. خیلی از بیماری ها میتونه عامل ریزش مو باشه. یعنی پزشک باید این دانش رو داشته باشه که اول بررسی بکنه ببینه مراجعه کننده تو کدوم کاتگوریه، اختلال سیستمیک داره یا مبحث ژنتیک رو داره و بر اساس اون بره تو روند درمانش که ما درمان رو انجام میدیم. ولی واقعیت توی ریزش های ژنتیکی خیلی نمیتونیم کمک مراجعه بکنیم، فقط میتونیم موهاش رو سیو کنیم، یعنی موهایی که الان داره رو براش سیو نگه داریم
و از بدتر شدنش جلوگیری بکنیم، یعنی روند ریزش موش رو کم بکنیم. وگرنه هیچ چیزی تو دنیا قوی تر از ژنتیک نیست. واقعیت اینکه تفاوت آدم‌ها تو همه چی هم بر اساس همون ژنتیکه دیگه. خدا شکر اینقدر شما کامل و جامع جواب بدید. 2 تا سوال بعدی منم جوابش تو همین یه دونه سوال دادید. پس شما میفرمایید که آیا باید برن اون بیماری و اون عامل رو درمان کنن، یا شما به حالا اون دارو یا اون فعلی که تجویز میکنید مرتبط با اون حالا عامل یا علتش هست؟ ما اول متوجه میشیم که علت ریزش موش چیه، بعد تو روند درمان اون قرار میگیریم. بعد این قرصای پریورین و نمیدونم فیتو از این دسته حالا مکملم که اومده، اونا هم باز شما آیا اولا تایید میکنید و اینکه آیا اون دوره مصرفش به چه صورته؟ اونم باید تا آخر اون باید استفاده کنیم یا نه؟ لانگ لایف نیستن، فقط داروهای هورمونی ان که لانگ لایفن که تو افرادی که ریزش ژنتیکی دارن داده میشه، وگرنه بقیه داروها نه، مادامولوم نیستن. ولی اینکه مثلا این دارو رو شخص فلان نتیجه خوب داده، رو من هم نتیجه خوب میده، نه نمیده لزوما. شما باید ببینی علت ریزش موش چیه. و همه این قرصایی که شما نام بردین ویتامینن و ما ایرانی ها کلا کم بوده ویتامین داریم به خاطر سبک غلط تغذیه‌مون. ما تغذیه‌مون بیشتر کربوهیدراته و کلا اون ویتامین دفیشنسی رو هممون داریم. حالا طرف میاد این قرصه رو میخوره، یه کوهی از ویتامین داره به بدنش میرسونه و یه برهه‌ای حالش خوب میشه، همیشش خوب میشه، فکر میکنه اون قرصه تاثیرگذار بوده. موثر بوده، نمیگم نبوده، ولی تو تا وقتی نیای ریشه یابی نکنی، علت رو پیدا نکنی، بعد از اینکه اون قرص رو قطع بکنی دوباره برمیگرده. یا استرس که ما تو ایران کلا رو ویبریم، یعنی خودم من که صبح قشنگ اینجوری بیدار میشم، شب میخوابیم صبح میشیم مثلا یه اتفاق دیگه افتاده، جنگ میشه و بگم جنگو اوکیه نبرن نه اوکی نگران نباشین. شب میخوابیم صبح میشیم مثلا یه اتفاقات عجیب غریبی تو کشور ما میفته، خب اون استرس خیلی زیاده و همه بیماری ها یه سرش استرسه. یعنی شما تایید میکنید؟ چون من خیلی دیدم که حالا پزشکا یا همکارای شما هر بیماری رو که علتش رو پیدا نمیکنن سریع وصلش میکنن، منتسب میکنن آقا استرسیه، آقا این عصبیه. واقعا این هست واقعا هست. یعنی یه سر تمام بیماری ها بحث سایکولوژیشه، یعنی اون بحث اختلال نورون ها و حالا نمیخوام وارد اون مبحث بشم، ولی یه سر تمام بیماری ها این هست و استرس داره میپکونه هممونو. متاسفانه یه چیز اجتناب ناپذیریه که ما تحت تاثیرش هر روز هستیم، ولی حالا خدا رو شکر یه اتفاقی افتاده و یه آگاهی ایجاد شده که حالا هم مردم به مشاور و تراپیست مراجعه میکنن و اینکه حالا خیلی ها یوگا میکنن، خیلی این کمک کرده به این فکر میکنم که حالا استرس رو بتونن علاوه خصوص خانم‌ها کنترل کنن. بله متاسفانه ما تو بمبارون استرس هستیم، ولی دیگه باید سعی کنیم یاد بگیریم که چجوری باهاش مقابله کنیم. شما مراجعه کننده آقا هم دارید؟ بله خیلی زیاد. آقایون چه کاری انجام میدن؟ الان برای خود من یه تابو هستن که آقا مگه میشه آقا بره فلان کارو بکنه، فلان فیلر رو بزنه، ژل بزنه، این کار بکنه؟ آیا آقایون هم واقعا نیاز دارن یا چه کارهایی رو نیاز دارن که انجام بدن که از اون چهره و جذابیت مردونشون خارج نشن؟ اینجا یه ذره بحثتون آیا نیاز دارن که خب اعتماد به نفس آقایون رو میرسونه. بله نیاز دارن. من خودم احساس نیاز نمی‌کنم. آقایون هم نیاز دارن خیلی کارها بکنن. یکی از قشنگترین بخش کار من همینه که کاپل ها با هم میان، مثلا یکی که خانومش مراجعه من بوده همسرشو میاره، خیلی این قشنگه. بابا چرا فقط خانوما به خودشون برسن؟ خانومام دل دارن، بذار پارتنرش قشنگ باشه، خوشش بیاد، چرا نکنن؟ آخه خیلی مرز باریکیه حس میکنم، دارم خودم رو تجسم میکنم. بله. مرز خیلی باریکیه که حالا از اون حالت مردونه
اصلا یه دفعه تغییر شکل بده. چی کارا میشه حالا کلا مبحث متفاوته. آقایون چی کارا میتونن بکنن که جذابتر بشن، بهتر بشه، صورتشون زیباتر، آراسته‌تر بشه، ولی از اون حالات مردونه خارج نشه؟ همه کارهایی که خانم ها میکنن رو آقایون هم میتونن بکنن، ولی تکنیک متفاوته تو آقایون، چون زیبایی شناسیه و معیارهای زیبایی تو خانم ها آقایون متفاوته. مثلا شما میدید که حتی آقایون ژل لب هم میتونن بزنن؟ کسی که واقعا نیاز داره بله طبیعی، چرا نزنه؟ نه. نمیگم بیاد لب روسی بزنه، لب تاپ مدل بزنه، لب نمیدونم انقدر لب بزنه، نه. ولی مثلا یه آقایی که واقعا لب نداره و تو اعتماد به نفسش تاثیر گذاشته، آره میتونه انجام بده، کاملا طبیعی. همه کارها رو میتونن انجام بدن، نگران نباشین. عجیب ترین مراجعه کننده که داشتید کی بوده و چه حالا خدمتی ازتون می‌خواسته یا چه اتفاقی افتاده، چه روایت و داستانی داشته؟ مراجعه عجیب که زیاد داشتیم، ولی عجیب ترینش یه خانومی بودن که ادیکت بودن، یعنی الکل ادیکت بودن، که حتی وقتی که اومدن با من نمیدونم اسم اینا باطل؟ نه باطل که نه، این چیه مال ویسکیه، بهش اصطلاحاً میگن کیفی، جیبی. آره با اون اومده بود و به شدت ادیکت بود و از خارج از کشورم اومده بودن. میگفت مثلا من خیلی اسم شما شنیدم و فقط اومدم پیش شما و فلان و اینا، و یه توقعات خیلی عجیبی داشت، در این حد که حتی وقتی من داشتم مشاوره میدادم هم داشت مینوشید. بابا حداقل 2 دقیقه صبر کن. یه چیز عجیبی ادیکشن داشتش به الکل، که میگن حتی با خوش آورده بود که مثلا اون تایمی که اینجاست یه وقتی دور نباشه از اون قضیه. و وقتی من بهش گفتم که مثلا شما الان نمیتونید کار انجام بدین و حالا بر اساس اون روند مشاوره‌ای که پیش رفت، خیلی ناراحت شد، داد و بیداد و کلی توهین کرد و رفت پایین تو لابی دوباره نشست، کلی توهین کرد به من. و من گفتم اشکال نداره، مثلا در این حد که مثلا پرسنل من اومده بودن خانم تو این چرا اینجوری میکنه، بیرونش کنین فلان کنین. گفتم نه اصلا، ببینید اینجا هر مریضی که پاشو میذاره مهمان ماه، زیر سقف ما اومده مهمان ماه، اصلا نباید برخورد اگریسیو یا زشتی، هر چی دوستاش به ما گفت که چرا ما براش کار انجام ندادیم، ولی واقعیت اصلا اون کیس مناسبی نبود که ما بخوایم کار براش انجام بدیم. اینجور کیسا فکر کنم یه سری تبعات هم بعدن دارن، خیلی که یعنی بعد میاد میگه آقا اینش کجه، این چرا اینجوری زدی، این کمه، زیاده، یا چیزای مختلف. قشنگترین ذوقی که حالا کلاینتاتون بعد از دیدن خودشون تو آینه داشتن چی بوده، چه شکلی بوده؟ هر چیزی بوده که براتون خیلی جالب و خیلی باحال باشه که تو ذهنتون مونده باشه؟ من یه مراجعه داشتم که میگفت خانم دکتر من چند ساله داشتم کارهای شما رو میدیدم و هیچ وقت جرئت نمی‌کردم بیام، و میگفتش از شهرستان اومده بود. میگفت خانم دکتر 1 هفته است که وقتمو گرفتم فیکس کردم، 1 هفته است من از ذوق این که دارم میام پیش شما نخوابیدم، و بعد از تزریق چنان ذوق داشت و مثلا اشک شوق ریخت که مثلا خود منم واقعا بغضم گرفته بود. خیلی برام قشنگ بود که مریض من میگفت خانم دکتر من از 1 هفته قبل شبا نخوابیدم از ذوق این که دارم میام مطب شما، الان دیشب من نمیدونم این کارو کردم اون کارو کردم که فقط دارم میام اینجا، خیلی خوشحالم، خیلی فلانم، خیلی خوشحالم که نتیجه‌م همونی شد که همیشه دلم میخواست، و آخرش با اون اشک شوق رفت. خیلی برام قشنگ بود. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. بازم تشکر میکنم ازتون که لطف کردید دعوت ما رو پذیرفتید. نه خیلی خوب بود، خیلی شیرین و استفاده کردیم. اگه صحبتی یا چیزی هست بفرمایید، صحبت پایانی یا جمع‌بندی هست بفرمایید که استفاده کنیم. پایانی که ماشاءالله همه انقدر خوب آگاهن، من فقط همیشه بهشون میگم خواهش میکنم یا کار زیبایی انجام ندین، یا اگر میخواین بدین خیلی خیلی وسواس به خرج بدین، چون هم دارین وقت میذارین هم دارین هزینه میکنید، و حداقلش اون کار رو 1 بار انجام بدین، نه چند بار و چند بار، یعنی توی سیکل معیوبی بیفتن، و یه کمی بیشتر دقت کنن. دستتون درد نکنه. خسته نباشید. مرسی.